بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. ما و شما در آیت 52 سوره مائده رسیدیم و در اینجا حکم پنجم است: دوستی با یهود و نصارا علامت مرض قلب یعنی منافقت است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آیت شریف در اینجا الله متعال میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فترى الذین فی قلوبهم مرض، پس تو میبینی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی را که در قلبهایشان مرض است، یسارعون فیهم، اینا سرعت میگیرن به طرف زنا، یعنی به طرف دشمنای الله. یقولون، باز میگن: نخشى ان تصیبنا دائره، میگن ما میترسیم از اینکه بر ما برسه کدام سختی و یا مصیبتی بر ما برسه. فالله متعال میگه: فعسى الله ان یأتی بالفتح، دیگه این امید است که الله متعال فتح و پیروزی را بیاره، او امر من عنده، یا امر از جانبش. فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین، بازینا با آنچه که در نفسهای خود پوشانده‌اند پشیمان شوند. در آیت 53 مائده خسارت منافقا را بیان میکنه و اعمال از اینا را باطل شدن حکمش بیان میکنه که چه قسم منافقا در خساره هستند و اعمالشان باطل است. و یقول الذین آمنوا، و میگن کسانی که ایمان آورده اند: اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. میگه وقتی که مؤمنان حالت از اینا را میبینن، میگه یا همی کسایی بودن که قسم میخورن به الله به ای که اینا ما با امرای شما هستیم و میگفتن که ما مؤمنین هستیم. حبطت اعمالهم، اعمال از اینا از بین رفت. فاصبحوا خاسرین، پس اینا در جمله کسایی شدن که یعنی در خساره هستند. حکم هفتم در سوره مائده در آیت 54 است که در اینجا حکم ارتداد و مرتد و صفات اهل توحید. اینجا الله متعال بیان میکنه: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که از شما از دینش مرتد شوه و دین اسلام ترک بکنه، فسوف یأتی الله بقوم، الله متعال گروه دیگی از مردما را میاره که یحبهم و یحبونهم، که الله اونا را دوست دارن و اونا الله را دوست دارن. یعنی الله متعال ذات غنی هست، والله غنی عن العالمین، و به کسی ضرورت نداره. به این خاطر اگر مردم یا یک نسل فعلی امروزی اینا کافر شوند و مرتد شوند و از دین خود بکردن، الله متعال به عوض از اونا نسل دیگه خلق میکنه که اونا مؤمنای واقعی می باشن و اینا صفات بسیار عالی می داشته باشن. این صفاتشان چی است؟ اول صفتشانی است که یحبهم، الله اونا را دوست می داشته باشن. چرا؟ الله انسانهای مؤمنین، موحدین، متقین، صادقین، اینا را الله دوست داره. پس این صفات موحدین در وجود از اینا می باشه و الله اونا را دوست می داشته باشه. و یحبونه، و اونا هم الله را دوست می داشته باشن، به خاطر از اینکه انسانهای موحد الله را بسیار زیاد دوست می داشته باشن. والذین آمنوا اشد حب لله. دیگر صفت از این موحدینی که باز جای شما میایو کی هستن، صفت دومشانی است که اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، یعنی در مقابل مؤمنان بسیار متواضع، بسیار بردبار، بسیار با صبر، بسیار با حوصله، بسیار با اخلاق، بسیار با لطف و بسیار شفقت می باشند. لکن اعزة علی الکافرین، بر کافرها بسیار شدید و قوی می باشند که کافرها از مسیر یک ماه از اونا می ترسن. این صفات مؤمن است. اول محبت الله، دوم تواضع در مقابل مؤمنین، سوم تشدد و قوت و بسیار متهیمنت بالای کافرها،
چهارمی صفتشان یجاهدون فی سبیل الله که اینا جهاد فی سبیل الله میکنن. و پنجمین صفت موحدین چی است که ولا یخافون لومة لائم، باز اینا وقتی که به خاطر دین الله جهاد میکنن باز اینا از ملامتی هیچ کسی ترس ندارن، به خاطر از که وقت انسان به طرف دین، به طرف توحید، به طرف عقیده صحیح، به طرف عمل درست و خصوصا به طرف جهاد میره، از این طرف دشمنای خطرناک، شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی کل از اینا به ضد از این تبلیغات میکنن تا ایره از راه درست و مستقیم منصرف بسازه. الله متعال میگه که این مؤمنین موحده که الله را دوست دارن و با مؤمنین بسیار متواضع هستند و با دشمنا بسیار تشدد دارند و صفت دیگه‌شانی است که در راه الله جهاد میکنه. پنجمی صفت خوب انسان موحدی است که هیچ وقت از ملامت کننده و از تبلیغات منفی دشمنای اسلام متاثر نمیشه. چرا؟ این جنگ حق با باطل تا روز قیامت است. مجرد که انسان به طرف حق حرکت کرد، از نزدیکترین کسی که بسیار از مقربین و دوستایش است که او بیدین است، از او هم ضربه میشنوه، گپ میشنوه، تبلیغات منفی، دشنام، بسیار چیزا را میشنوه. از این خاطر انسان مؤمن موحد میفهمه که وقتی ما برای حق روان هستم از ملامتی هیچ ملامت کننده باید نترسم. اینال الله متعال میگه که اگر کس از شما مرتد شوه، این قسم کسایی را میره. پس این درس است برای ما و شما که ما و شما این صفات در وجود خود پیدا بکنیم. کدام صفات پیدا بکنیم؟ اول صفت را پیدا بکنیم که محبت الله را بسیار قوی داشته باشیم. وقتی که محبت الله را داشته باشیم، الله متعال میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ببینید یک آیت دیگه تفسیر میکنه. ما میخوایم که محبت با الله داشته باشیم. چه قسم میتونیم محبت خود با الله ثابت بکنیم تا الله ما را دوست داشته باشه؟ الله متعال بر ما فرمول و قاعدهش بیان میکنه. اگر شما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که بر از این مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگر شما حقیقتا الله را دوست دارین فاتبعونی، پس از سنت ها و روش ها و عقیده و اخلاق و جهاد و دعوت و ایمان، اینمی چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن از این مطابقت بکنین. شما میخواین ثابت بکنین که الله را دوست دارین، عقیده توحیدتان مثل عقیده توحیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازین. میخواین که الله شما را دوست داشته باشه، شما الله را دوست داشته باشین، عباداتتان مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازین، اخلاقتان مثل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازین، نظامتان حکومت مثل حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازین، جهاد مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، دعوت مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، در نظام‌های اقتصادی و سیاسی کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن در خط از او روان شوین. پس این صفت اول موحدین است. صفت دومشان چی هست؟ که اگر میخواین که مؤمن موحد خوب باشین، رابطه تان، علاقه تان، دوستی تان، محبتتان، الفاظتان، اخلاقتان با امرای موحدین بسیار متواضعانه باشه. برای مؤمن موحد بسیار متواضع باشی، بسیار با لطف سخن بگویی، کلمات بسیار شیرین بگویی. متوجه هستین این صفت کی است؟ صفت موحدین واقعی هست. باید این صفت داشته باشین که به امرای مؤمن اذلة علی المؤمن، برای مؤمنا بسیار متواضع باشی، بسیار در مقابل مؤمن موحد اینه چی کنی؟ چون او را الله بسیار عزت داده، برای او بسیار عزت بدی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. سوم عزت علی الکافرین، در مقابل کافر بسیار با عزت، بسیار با وقار، بسیار پرقوت، بسیار با حیمنت. اشداء علی الکفار، اشداء. متوجه هستین؟ عزت در دیگه جای قرآن میگه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینال این صفت سومی هست که از موحدین واقعی می باشه. چهارمی صفت چی هست؟ یجاهدون فی سبیل الله. میخوای مؤمن واقعی باشی، حتما باید در جهاد فی سبیل الله سهم داشته باشی. خود فریب نتی که والا من تبلیغ میکنم خلاص از جهاد خلاص هستم، ما والا ذکر میکنم من از جهاد. این برنامه های شیطان ها هست که شیطان ها چی میکنن؟ شیطان انسان وسوسه میکنه که
دمی کاری که تو کردی تو دیگه بسیار آدم خوب هستی، تو بسیار آدم درست هستی، از تو که دیگه آدم درست نیست. فقط چی کردی؟ دعوت کردی. آیا دعوت کل دین است؟ نه خیر، دعوت یک بخش دین است. پس خود در یک بخش دین دعوت رو تبلیغ کردی، اما در دیگه بخشای دیگه یجاهدون فی سبیل الله در اینجا چند نمره داری؟ اینجا خود صفر هستی، نمره تا بالا ببر. پس این چهارمی صفت از صفتهای مؤمن است که باید اینا الله متعال میگه که جهاد فی سبیل الله میکنن. و پنجمی صفتش است که متأثر نمیشه. بسیاری کسا هستن که اگر حرکت به طرف دین کردن، یک کلمه را شنیدن یا یک مصیبت بسیار کوچک برشان رسید، ببینید که مثلا 500 درجه به عقب میرن. بسیاری کسا اول ببینید که مثلا بسیار دعوای بلند میکنن، اقا دعوای بلند میکنن، تو فکر میکنی که از این که مسلمان واقعی و 100% هیچ نیست. خب وقتی که درست است، وقتی که انسان راه اسلام گرفت و بسیار زیاد به دینداری خدا چی کرد که من بسیار خوب دیندار هستم و دین الله را 100% تطبیق میکنم، بر از این امتحانات میه. این حال بسیاری کسا هست که پیش از امتحان بسیار خوب و متآدم مؤمن موحد در صف اول در هر کار پیش است، مجردی که یک امتحان آمد، یک سختی آمد، یک دفعه ببینی که 360 درجه دور میخوره. سهلش کنی که حتی مسائل و احکام مقدماتی اسلام هم تطبیق نمیکنه. چرا؟ ولا فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. الله متعال میگه که ولا یخافون لومت لائم، ملامتی از ترس ملامتی هیچ ملامت کننده رو نداشته باشی. هر کس که هر چیز برات گفت خلاص و دفتر اعمال خدا پر میکنه و پیش الله و محاسبه خدا میکنه و الله در مقابل زوبر تو اجر نصیب میکنه. از این خاطر انسان هایی که واقعا به این آیت قرآن عمل میکنه و از ملامتی هیچ ملامت کننده خوف نداره، پروای زیر هم نداره که مثلا کی چی میگه. ما مکلفیت نداریم که کی درباره ما چی میگه. ما مکلفیت درباره زی داریم که من خودم چی میکنم، آیا من به حق هستم یا به باطل، آیا من زبانم و قلبم یک چیز است یا دو چیز است، آیا من خودم دین درست فهمیدم یا غلط فهمیدم. اگر من غلط فهمیدم غلطی خود اصلاح بکنم، اگر من منافقت دارم باید از نفاق خود دوری بکنم. اما اگر من میفهمم که نه خیر، آنچه را که من اختیار کردیم راه درست است، راه توحید است، راه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، راه صحابه است، راه تابعین است، راه تبع تابعین است، راه علمای ربانی و راه انسانهای واقعی و مؤمنین واقعی است. پس در این راه درست و مثبت ما اگر کس میخواد سر ما اعتراض میکنه، پس لا یخافون فی الله لومة لائم، در راه الله از ملامتی هیچ کس انسان باید متاثر نشه. خلاص میگه هر کس سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن، تهمت ها سرش نکردن، حتی سر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که مادر مؤمنان است، الله میگه مادر مؤمنان است، این مقام داره که از تمام مسلمانان تا روز قیامت مادرشان است. سر از زنا تهمت و بهتان نکردن، سر ابوبکر صدیق و سر عمر رضی الله تعالی عنه و سر دیگه صحابه نکردن، بله میکردن. پس لا یخافون لومة لائم، این صفت مؤمنین موحدین هست که اینا از ملامت کننده ها نمیترسن. ذالک فضل الله، الله متعال میگه کسی اینی 5 صفت اهل توحید داشته باشه، این فضیلت الله هست، یؤتیه من یشاء. این یک فضیلت الله هست که الله برای هر کس خواسته باشه میده. پس وقتی که این صفات الله برای داده باشه، بفهم که الله این فضیلت بزرگ برای داده و در مقابل ازی شکر بگو و متاثر نشو. والله واسع علیم، الله متعال بسیار در نعمتهایش وسعت داره، در رحمتش، در نعمتش، در و علیم است و بسیار باخبر است در هر چیز. حکم هشتم، معرفین دوستان توحید. حالا وقت دوستان اهل توحید، وقتی که قرآن ما و شما گفتیم مثلا 14 چیز است، این کل قرآن درباره توحید است و 3 چیز که اول مربوط به الله میشه که اول مثلا اقسام توحید بیان میکنه، باز چیز توحید میکنه مثلا لوازم توحید که ولا و برا هست و اینال حقوق توحید که اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی است. باز ما گفتیم 5 صفت است اهل توحید بیان میکنه. اون 5 صفت چی است که مثلا اهل توحید معرفی میکنه، صفاتشون معرفی میکنه، مثل که حالا 5 صفت است صفت اهل توحید بیان کرد.
و قصه هایشان بیان میکنه و نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. حالا میگه مثلا دوستای اهل توحید کی هستن؟ وقتی که تو عقیده توحید درست گرفتی، دوستایت کی هست؟ الله متعال میگه انما ولیکم، یقینا که دوست شما موحدین کی است؟ الله و رسوله والذین آمنوا. سبحان الله، الله دوست است، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست است، والذین آمنوا دیگه کسایی که مؤمنین موحدین است، این دوستای تو است. الذین کسانی که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که اقامه نماز میکنن، نماز و تمام عبادت‌های بدنی را انجام میدن، و یؤتون الزکات، زکات میدن و عبادت‌های بدنی را انجام میدن، و هم راکعون در حالی که اونا با جماعت مسلمان ها در عبادت مشغول می باشند. با جماعت مسلمان ها، با جماعت موحدین در عبادت هستند. خب حکم نومره که الله متعال بیان میکنه که نتیجه دوستی الله و رسولش چی هست. حالا موحدین معلوم شد، صفاتشان معلوم شد، نتیجه از این چی هست؟ ما شما گفتیم که نتیجه این حال میگه و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا، هر کسی که دوستی و دفاع بکنن. ببینید تولی ما شما خودیم قبلا خواندیم دفاع از کافرها بود، نتیجهش چی بود؟ کسایی که در صف کافرها بودن، از کافرها یا به 4 چیز، یا به بدن خود، یا به زبان خود، یا به مال خود، یا هم با فکر خود چی میکردن؟ دفاع میکردن. اونا یکی و من یتولهم منکم فانه منهم، حکم از اونا او کافر شد، کسی که دفاع از کافران میکنه. این حال کسی که دفاع از الله و دین الله و دفاع از رسول الله و دفاع از مؤمنین میکنه، نتیجه از اینا چی هست؟ الله متعال میگه که و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا، کسی که دوستی و دفاع میکنه، هم دوست است، دوستی داره و دفاع میکنه از الله و رسولش و کسانی که مؤمنا هستن، فان حزب الله هم الغالبون، اینی گروه یا حزب الله هستن، گروه الله هستن و اینا در غلبه هستن. خب حکم دومی چی است؟ نهی منع از موالات و دوستی با کافرها. باز الله متعال میگه که تکرار میکنه که ببینید روی جا گفتم براتون که دوستی و دفاع از کافرها سبب کفر میشه، دوستی و دفاع از موحدین و اهل ایمان سبب کامیابی هست. باز الله متعال باز میبینه که دوستی با کفار بسیار خطرناک است و به این مرض بسیار مردم مبتلا هست. آیات قرآن باز تکرار میکنه و حکم دهم باز نهی و من از موالات و دوستی با کافران. بعضی کسا میگه من خود دفاع نمیکنم، میگه وقتی دفاع نمیکنی دوستی هم باید نکنی، دوستی قلبی هم با اونا نداشته باشی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا، ای مؤمنان الذین، کسانی را نگیرین، کسانی را که اتخذوا گرفتن دینکم، دین شما را به چی گرفتن؟ هزوا، به مسخرگی و لعبا و ساتیری. یعنی بعضی کافرها، عادت یهود و نصارا و دیگه کافرها چی است که همیشه سر مؤمنین، سر دین الله، سر از اینا چی میگن؟ مسخرگی و رشخندی و استهزا میکنن. منافقا، مرتدا، الله متعال میگه که این کسایی که سر دین الله استهزا میکنن شما اینا رو دوست نگیرین. شاید که تو بسیار ظاهرن لکن این به دین الله دشمن است، استهزا میکنن، لعب و ساتری خودی رو جور میکنن. من الذین اوتوا الکتاب، از کسایی که بهشون کتاب داده شده، وقتی که اهل کتاب هستن یهود و نصارا، اینا چی پلان ها، چی برنامه ها، چی وقت در وقتی که از دین چیزی رو میشنون اینا چی حرکت های منفی میکنن. دیگه الله متعال میگه لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نگیرین لا تتخذوا، نگیرین یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، خطاب از به مؤمنان، نگیرین کسایی را که گرفتن، شما خو عهد کردید با الله، میثاق با امرای الله دارین. این خطاب ها که مثلا متواتر آمده میره خب بر کسایی است که ما و شما از اول سوره خوانیم تا حالی که چندین 14 مرتبه در سوره یا ایها الذین آمنوا تکرار میشه که ای کسانی که شما با امرای الله عهد و میثاق دارین، که دوستی ما به خاطر الله هست، دشمنی ما به خاطر الله هست، دوستی ما با دوستای الله هست، دشمنی ما با دشمنای الله هست،
پس شما وقتی که میثاق دارین لا تتخذوا الذین اتخذوا، نگیرین کسانی را که گرفتن دینکم دین شما را هزوا به استهزاء و ریشخندی و لعبا به ساتری و مسخرگی من الذین، از کسانی که اوتوا الکتاب من قبلکم، بر از قبل شما کتاب داده شده بود، والکفار، دیگه کافرا را، دیگه مثلا دموکرات، سوسیالیست، کمونیست، لیبرالیست، سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات، قوم پرست، وطن پرست، اینا را اولیاء دوستایتان نگیرین. کلی از اینا سر دین الله رشخند میزنن، کلی از اینا سر مناسک دینی استهزا میکنن. اینا دشمنای الله هستن. واتقوا الله، و از الله بترسین، ان کنتم مؤمنین، شما اگر مؤمن هستین. اینجا بسیار مسئله که در این آیت قرآن مهم است، مسئله ولا و برا یا موالات و معادات است. ما و شما قبلا هم گفتیم که قرآن کلش درباره توحید است و ما میخوایم در تفسیر فکری و اعتقادی عقیده توحیدی پیدا کنیم و گفتیم که الله متعال در این آیت بر ما چی نشان میده؟ مثلا بر ما امو توحید و یکی مثلا سه چیز اولیش چی بود؟ اول اقسام توحید بیان میکنن، باز دوم چی رو بیان میکنن؟ حقوق توحیده. حقوق توحید چی است؟ ولا و برا هست. ولا چی است؟ ولا دوستی با دوستای الله. برا چی هست؟ براعت از دشمنای الله. خب پس موالات چی هست؟ موالات دوستی با دوستای الله. و معادات چی است؟ دشمنی با دشمنای الله. این چی است؟ این حقوق توحید است. یعنی وقتی که تو موحد هستی باید این صفت در وجود تو باشه. اینا در این قسمت علما میگن که ولا و برا. خب ولا را میگن که ولا در لغت به معنای چی هسته؟ اینجا موالات یا دوستی رو چی میگه؟ میگه ولا در لغت به معنای نزدیکی، صداقت، نصرت و دوستی هست. و موالات چی را میگه؟ میگه مثلا موالات در بین اشخاص چه قسم است؟ مثلا دو نفر مشاجره میکنن، نفر سومی میاد در بین از اینا میخواد صلح بکنن، لکن همین نفر سومی به دو طرف به یکیش میلان داره، یکی محبت داره، دوستی داره، میخواد به نفع از او زیادتر کار بکنه. این موالات میگن. این حال در حقیقت بین لشکر الله و لشکر شیطان چی است؟ جنگ است. تو سومی هستی، جند الله هست، لشکر الله هست و لشکر شیطان است. تو نفر سومی قلبت با کدامش میلان داره؟ تو اگر مؤمن هستی قلبت میلان می داشته باشه به طرف لشکر الله، به طرف نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، و دشمنی می داشته باشی قلبا با کسایی که چی هستن؟ اینا دشمن الله هستن، شیطان های انسانی و شیطان های جنی به امرای همه از اینا. خب اینال اینجا علما در این باره چی میگه؟ علما در این باره میگه که خب در شریعت ولا چی میگه؟ میگه عبارت از نصرت، همپیمانی، محبت، طاعت و گذاشتن امور به کسی که با او دوستی داشته باشی. محبتت به امرای کسی که دوست داری، همپیمان به امرای زو هستی، محبت به امرای زو داری، اطاعت از او میکنی و امورت به او واگذار میکنی. پس اگر اینی امور خودت انجام میتی، ببین که برای کی را زیادتر میکنی؟ در صورتی که این همه علما میگه اگر همین چیزها برای مؤمنا باشن، دوستی، محبت، ولا، پیمان و امور کلش در مؤمنا باشه، این موالات شرعی هست که این از حقوق توحید است. این موالات شرعی است چون این به مؤمنان کردی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اگر اینمی موالات بر کی می باشه؟ بر کافرها می باشه، و مشرکا می باشه، و طواغیت می باشه، این خروج از اسلام و مخالفت به الله و رسولش است. مهم اقوال علما را در این راستا میخوانیم. دکتر محمد نعیم یاسین ای در کتاب خود نوشته میکنه المفید فی مهمات التوحید. خب الایمان و ارکانه حقیقته نواقضه. نام کتابش است الایمان، ارکانه، حقیقته، نواقضه. ایمان، حقیقت ایمان و نواقض ایمان. در این کتاب خود نوشته میکنه، میگه ان الموالات تعنی، میگه موالات به این معنا است، به معنای التقرب
نزدیکی، و اظهار الود و اظهار دوستی بالاقوال والافعال والنوایا. بس 3 چیز. یعنی تقرب میخوای و اظهار محبت میکنی با زبانت، با افعالت و با نیات قلبی و داخلیت. لمن یتخذه الانسان ولیا، برای کسی که او را انسان دوست خود میگیره، این موالات میگه. فان کان هذا التقرب و اظهار الود، اگر امی تقرب و اظهار امی دوستی با اقوال و افعال و نیتها مقصودا به الله و رسوله و المؤمنین، مقصد به چی باشه؟ الله باشه و رسولش باشه و مؤمنا باشه. فهي الموالات الشرعیه الواجبه على كل مسلم، اینی موالات شرعی واجب هست که بالای المسلمان است، که ما شما این حقوق توحید گفتیم. این تو حق توحید مراعات کردی. وقتی که میگم من موحد هستم، حق توحید بالای چی است؟ اینه. اگر قولت، زبانت و عملت و قصد قلبی تو کلش به طرف الله هست، به طرف رسول الله هست صلی الله علیه و سلم و به طرف مؤمنین موحدین است، اینی موالات شرعی واجب هست که بالای مسلمانی چی است؟ واجب است، از حقوق توحید است. و این کان، برعکس زی، و این کان المقصود بالتقرب، اگر مقصد از تقرب و اظهار الود و اظهار دوستی با اقوال، با سخنا، و الافعال، با افعال، و النوایا و نیتها هم الکفار، اگر این کافرها باشه که تو میخوای با زبانت، با عملت، با قولت، با فعلت دوستی و محبت و ایگپایت با کفار داشته باشی، فهی موالات و کفرن، پس این دوستی با کافرها هست. و ردتون عن الاسلام، این سبب این ردت یعنی ارتداد است از اسلام. این دوستی با کافرها ارتداد است از اسلام. اذا صدرت، وقتی که اگر امی کار با زبان یا با فعل یا با نیت دوستی و محبت با امرای کافر بود و این کافر علی اختلاف اجناسهم، با اختلاف اجناسش مهم نیست که کافر چه قسم کافر است، هر قسم کافری که بود المهم کافر با کافر دوستی و محبت داشت، با کافر از زبان خود با امرای محبت خود اظهار میکرد، با افعال خود امرایش بسیار نرمش و دوستی و دست دادن و قبول دادن و بغل کردن و چه اینا. میگه اگه این کارا میشه این موالات کفر است. و ردتون عن الاسلام، میگه این ارتداد است از اسلام، از اسلام مرتد میشه، کافر میشه. اذا صادرت، وقتی که امی اعمال صادر میشه، من من یدعی الاسلام، از یک کسی که ادعای اسلام میکنه. از یک طرف میگه من مسلمان هستم، از طرف دیگه با قلب خود با کافر است، با زبان خود با کافر است، با فعل خود با کافر است و از اونا دفاع میکنه و از اونا احترام میکنه و اونا رو در آغوش خود میگیره. اینه. اما الکفار و من فی حکمهم، اما کسایی که کافر هستن و کسایی که در حکم کافر هستن، من المرتدین از مرتدا و المنافقین از منافقا، فبعضهم اولیاء بعض، یا بعضشان دوستای بعض هستن. فلا یستغرب منهم ذلك، این باز از اونا تو عجیب نیست، به خاطر از اینکه معلوم است مرتد دوستش کافر است، کافر دوستش کافر است، منافق دوستش کافر است، ملحد دوستش کافر است. این علی عالم ایره بیان کرد. دیگه عالم میبینیم ما شما همیشه وقتی که موضوعات میخوانیم، به خاطر از اینکه خوب موضوع اعتقادی رو درست بفهمیم، اقوال علما در این راستا بسیار در تفسیر ازی بر ما شما به منفعت ما شما و به ما میرسن. عبدالله ابن عبدالحمید اثری رحمه الله این هم نشته کرده، یک کتابی داره و در کتاب خود الوجیز فی عقیدة السلف الصالح اهل السنة والجماعه، کتاب داره به معنای وجیز فی عقیدة السلف الصالح. این چی نشته میکنه در این کتاب وجیز خود؟ میگه و اهل السنة والجماعه، میگه اهل سنت والجماعت که هستن یعتقدون، اعتقاد دارن به ان الموالات والمعادات واجبه شرعا، میگن اینا عقیده دارن که موالات و معادات که است یک واجب شرعی هست، یعنی از حقوق توحید است. ما به شما گفتیم
وقتی که از حقوق توحید است، یک واجب شرعی است. چی؟ موالات و معادات، یعنی دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. بل من لوازم شهادت لا اله الا الله، این از لوازم شهادت لا اله الا الله است. این لوازمش. وقتی که تو میگی لا اله الا الله، برای تو لازم است که دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله داشته باشی. و شرط من شروطها، و شرطی از شروط لا اله الا الله. و هی چه میکنه؟ چند نقطه را ذکر میکنه. میگه مسئله موالات و معادات اول واجب شرعی شد، یک. دوم از لوازم شهادت لا اله الا الله شد، دو. سوم شرط من شروطها، از شرط از شروط لا اله الا الله شد، سه. چهارم و هی اصل عظیم من اصول العقیده و الایمان، میگه این اصل بسیار بزرگ از اصول عقیده و ایمان است. پس این چهار عنصر بسیار مهمه در ذهن داشته باش که وقتی تو ولا و براداری به این معنا هست که تو در حقیقت واجب شرعی ادا کردی، از لوازم شهادت که لوازم توحید هست ای را ادا کردی، دو شرط از شروط کلمه توحید ادا کردی و این اصل عظیم از اصول عقیده را گرفتی. پس چهار چیز گرفتی. بناهن میگه یجب علی المسلم مراعاته، بالای مسلمان واجب است که این را مراعات بکنه. وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الاصل، میگه در باری از این نصوص بسیار زیاد به این اصل آمده، آیات زیاد قرآن عظیم شان در این راستا آمده هست. متوجه باشین که در قسمت ولا و برا سستی نکنین. خب بازی عبدالله ابن احمد اثری که گفت این میگه که در قسمت تقسیم مردم در مولد موالات معادات نشته میکنم، میگه و اهل سنت و الجماعه، میگه فکرتان باشه که اهل سنت و الجماعه کس یقسمون الناس فی الموالات و المعادات الى ثلاثه اقسام، میگه مردم در موالات و معادات به سه بخش تقسیم میکنن. اول مثلا تو مچ قسم با کی موالات داشته باشم، با کی معادات داشته باشم، میگه سه قسم مردم هستن. اول قسم اول چی است؟ میگه من یستحق الولاء المطلق، اولین قسم است که تو را باید بسیار دوستی و محبت به همراهش داشته باشی. و هم المؤمنون، و اینا مؤمنان، الذین کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، که به الله و رسولش ایمان دارن، و قاموا بشعائر الدین، و با شعائر دین اقامه میکنن، مخلصین له، به این مخلص هستند، یعنی موحدین هستند که بعد از اینکه ایمان به الله و رسول آوردهند با تمامی شعائر الله را تمامش مخلصانه ادا میکنه. پس با برای باید تو ولا داشته باشی. قسم اول. ثانیا من یستحق الولاء من جهه و البراء من جهه، بعضی کسا هست که از یک جهت با امراج دوستی داشته باشی، از یک طرف دیگه امراج دشمنی داشته باشی. چه قسم؟ 50% دوستی 50% دشمنی. بله او تو شخص هم هست؟ بله میگه هست. این کی هست؟ میگه مثل المسلم العاصی، این مثل یک مسلمان گناهگار است که یحمل بعض الواجبات، در قسمت بعضی از واجبات اهمال میکنه، و یفعل المحرمات، میبینی که به حرام مبتلا میشه، التي لا تصل الى الكفر، لكن به حرام های مبتلا است که اینه به کفر نمیرسانه. یعنی گناهی کبیره میکنه، گناهی نکرده که بوده به کفر برسانه، چون اهل سنت عقیدهشون این است که یک نفر با گناهی کبیره این کافر نمیشه. پس این گناه کرده، حرام در حرام مبتلا شده، اینال برازی به خاطر از که دیندار است، مؤمن است، امرای دوستی میکنی و چی را بد میبینید، امی حرام خوری و امی گناه ویترایشه، از این تو براعت میکنی، در اون مجالسش کتش اشتراک نمیکنی، تاییدش نمیکنی، از اون براعت برش میگه که برادر تو مسلمان هستی، موحد هستی، از دایره ایمان خارج نشدی، کلمه میخوانی، مطر دوست دارم 50%، اینی 50% دیگه من از تو براعت و بیزاری خود اظهار میکنم، به خاطر ازی که تو به اینی گناه ها مبتلا هستی، یا اینا را ترک بکن. ولی من 100% امرای تو دشمنی نمیکنم و براعت خود اظهار نمیکنم، به خاطر ازی که با این گناه ها تو از دایره ایمان خارج نشدی. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. خب سومی طایفه که کدام یکی است؟ میگه سومی طایفه کسایی است که من یستحق البراء المطلق، که مطلقا باید از او براعت داشته باشی. خب اونا کی هستن؟
میگه و هو المشرک و الکافر. این مشرک و کافر است که باید از مشرک و کافر براءت داشته باشی، سواء کان یهودیا، شاید که مشرک و کافر یهودی باشه، او نصرانیا یا نصرانی باشه، یا مجوسی باشه آتش پرست باشه، یا ملحد باشه، یا بت پرست باشه. و هذا الحکم، متوجه هستین؟ این کافرها شد. کافرای که مثلا کافر هستن کی است؟ یهودی کافر است، نصرانی کافر است، مجوسی کافر است، ملحد کافر است، بت پرست کافر است. اینا میگه یا که هستن مستحق چی هستن که مطلقاً از اینا براءت داشته باشی، هیچ امرای از اینا باید دوستی نداشته باشی. و هذا الحکم، میگه اینمی حکم، اینمی 5 قسم کافره که بعد شما بیان کردیم، ینطبق ایضا على من فعل المکفرات من المسلمین. میگه ای با سر ازو کسایی که مسلمان هستند در اصل لکن مرتکب کفریات میشن، از اسلام خارج میشن. مثل کی؟ مثلا که دعای غیر الله، یک کسی از بغیر الله طلب میکنه، از غیر الله، از مخلوق به مخلوق عبادت میکنه، به مخلوق اطاعت میکنه، استغاثه میکنه به غیر الله، توکل به غیر الله میکنه. یا مثلا خدا مسلمان میگیره و باز الله را دشنام میته، رسولش را دشنام میته، یا دین الله را دشنام میته. یا ای که میگه که دین و زندگی که هست، میگه دین و دنیا با هم جدا هستن، سیکولر هستن، اعتقادا به ان دین، به این عقیده که مثلا دین لا یلائم هذا العصر، میگه به این عقیده است که درست است من مسلمان هستم لکن دین جداست، امور دنیایی جدا هست و دین نمیتونه که با این عصر چی داشته باشه، یعنی با یه عصر مثلا خوب آمد و مناسبت داشته باشه، از این خاطر دین در جایش باشه و دنیا در جایش. پس یا میگه با امرای از اینا همون قسم براءت داشته باشه، مثل که امرای کافرای اصلی که کافر هستن. چرا اینا با این کارهایشون اینا مرتد میشن. کسی که عبادت غیر الله را میکنه، استغاثه به غیر الله میکنه، توکل به غیر الله میکنه، یا الله را دشنام میته، رسولش دشنام میته، دین دشنام میته، یا مثلا سیکولر است، بین جدایی دین و مسائل دین و دنیا، امور دنیایی جدایی چیز میکنه، پس این انسان ها هم قسم میشن. عالم دیگری به نام محماس ابن عبدالله جلعود رحمه الله، این هم یک کتاب نوشته کرده درباره اینمی ولا و البراء. این نوشته میکنه، میگه فإن معظم الشعوب الاسلامیه تنقسم الى 3 اقسام. میگه باید بفهمین که اکثریت مردمای جهان اسلام به 3 بخش تقسیم میشن. القسم الاول، میگه قسم اول مؤمن مبتلا فی عقیدته و عبادته، مسلمانای هستن که اینا همیشه امتحان میشن در عقیدهشان، در عبادتشان. اینما اتجه و حیث ما صار، هر جایی که روی میاره و هر جایی که میره، لا یجد الا اعداء، ده طرف که روی دور میته دشمنای روبروی خود میبینه که یتربصون بالمؤمنین الدوائر، که در جستجوی اینمی چی هستن؟ برنامه سازی به ضد مسلمان ها هستن. فهو متعلم لهذا الواقع المر، میگه این بسیار اما تو در دیده هستی مسلمان واقعی، از این واقعی که بسیار واقعی تلخ است، الحزین، جگرخون است. ولكنه لا يستطيع ان يفعل حيال ذلك شيئا زابال، نمیتونه در مقابل از کدام حرکت قوی داشته باشه. لان الجماعه المسلمه الملتزمه بالاسلام، میگه به خاطر جماعت مسلمان ملتزمی که به اسلام ملتزم هستند، تعیش وسط جموع کبیره من المرتدین، در بین بسیار تعداد زیادی از مرتدها و منافقین و انتهازین، کسایی که طرفدار کافرها هستند و جاهلین، کسایی که در فکرهای جاهلیت هستند، الذين يشكلون بمجموعهم كتلة واحدة، که کل همین مرتدین و منافقین و علاقمندای کفار و جاهلا یا کلشان یک کتله بزرگ را تشکیل دادن، تقف ضد الحق و اهله، که اینا کلشان در ضد اهل حق و ضد حق و اهل حق، ضد توحید و ضد اهل توحید استاد هستن. و تحاربه بكل ما تملك من سلاح، به هر شکلی که از دستشان میباز اینا با ضد موحدین و مؤمنین حرکت میکنن. اینا یک تعداد مسلمان ها این قسم حالت دارن. القسم الثانی، میگه قسم دوم
طبقة المنافقین، در بین مسلمان ها منافقا هستن. و اخماس المسلمین و اسداسهم، یعنی پنجیک و ششیک، یعنی امو یگانه که به لفظ دامی میگه که للو پنجو هستن. کسای الذین، کسایی که لا هم لهم الا شهواتهم، که اینا کسایی هستن که هیچ، خدا مسلمان میگیرن لکن پیش از اینا هیچ فکر نیست بغیر از اونمو خواسته های نفسانی خودشان، مثل حیوانات. چه قسم بخوریم، چه قسم خو کنیم، چه قسم راحت باشیم، چه قسم چکر بریم، چه قسم پارتی بریم، چه قسم میمانی شود، چه قسم رواج شود، چه قسم این میگه اینی یک تعداد در بین مسلمان ها اینی کسای هستن که یا چی هستن؟ غلام شهوات خود هستن. و منافعهم العاجله، همین منفعت های عاجله بسیار میخواین. فعلیها یوالون و من اجلها یعادون، به خاطر می خواسته های خود و به خاطر منفعت های عاجل دوستی و دشمنیشان به می هست. منفعت عاجل هم میبینن که در کجا منفعت هست، امو طرف دیگه لول خوردن میرن، پشت از این هم میگردن. و هذه الفئه فی الغالب تكون مع الاقوى سواء من اهل الخیر او من اهل الشر. یا بازارتشان چی است که همیشه امرای قوی هستن. حکومت به دست کی از قدرت پیش کی از سیاست پیش کی از اینا که در پشت از نمو روان هستن. پشت از این هم میگردن که همین سیاستمدار یا قدرتمند ای اهل خیر یا شر. چون هدف از اینا چی است؟ مثل حیوانات واره. یک حیوان وقتی که مثلا پشت صاحب خود نمیگه که صاحبش مسلمان است یا کافر، بهش جنبک زده میره. این انسان هم همین قسم است. عادتش چی است؟ مثل اونمو حیوانات واره هست، در پشت اونمو زوردارا روان میباشه. اگر زوردار قوی، زوردار اهل خیر بود یا شر بود، از پشتش میده. هر قسم که بود از پشتش میده. اگر دیندار هم بود از پشتش میده، اگر بیدین هم بود از پشتش میده. چرا؟ منفعت طلب است، اپورتونیست است، همیشه استفاده جوی است، فرصت طلب است. میبینه که در کجا منفعت است، منفعت دنیوی است، شهوت است عاجل. فهم اتباع لمن یأخذ بزمان المبادره و یعتلی مرکز القیام. یا همیشه پیرو کسایی هستند که اونا به دستشان قدرت است و به دستشان امکانات است و به دستشان سلطه هست، پس اینا بر ما سلامی میزنن. اگر آمد مثلا حکومتی آمد که دیندار بود، مردم قوی بودن، بر هم سلامی میزنن، تسلیم هستن. و اگر در مقابلش یک چیز آمد، حکومت دیگه آمد که اونا در رأس قدرت هستن ولی اونا بیدین هستن، کتازو هم میره سازش میکنن. در حکومت کمونیستی هم، در حکومت کمونیستی هم بسیار دست بالا دارن. یگانه که ببینید که ازش میشنه میگه یعنی سعی که برادر من در حکومت کمونیستی هم بسیار دست داشتم، در حکومت بیدینا هم دست داشتم، در جمهوریت هم بسیار قدرت داشتم، در این حکومت هم دارم، در حکومت هم دارم، پیش از وام دارم، پیش از وام دارم. مجاهدین که در وقت روسا را شکست دادن آمدن ما بسیار انالی. این میگه این طایفی هستن که فقط امو جانب قدرتمند سهل میکنه که کی قدرتمند است و این فقط بر اونمود بر ازمو تسلیم است. چرا؟ به خاطر ازی که اونم منفعت و مثل حیوانات وارد چه قسم بخوره و بنوشه و استراحت بکنه و که از غرضش نگیره و پارتی باشه و ساتیری باشه. این میگه این قسم دوم مردم هستن. خب و قسم سوم میگه در بین مسلمان ها کسایی هستن که فئت المرتدین، مرتدا هستن. در بین مسلمان ها زندگی میکنن، بله مسلمان هست، تذکریش اسلامی است، لکن مرتد هستن. و المتحزبین الکافرین، کسایی هستن که اینا در حزب کافرها هستن. الذين اوتوا، کسایی هستن که ینتمون الى احزاب الكفر و الضلال، که یا همیشه توجهشان به طرف کی هست؟ انتماء و توجهشان به طرف کی هست؟ احزاب کفری و احزاب گمراهی است. مثلا کی؟ مثلا شما ببینید کسایی است که خدا مسلمان میگه در حزب بعث است. حال بسیاری کسایی است مثلا در بشار الاسد حزب بعث داره، پدرش حافظ الاسد حزب بعث داشت. یا میگفتن لا اله الا باش حتی در کلمه خود دیوالا نوشته میکردن که میگفتن لا اله الا البشار، نیست معبودی بجز از بشار، ولا رسول الا البعث، پیغمبر نیست بجز از حزب بعث. این مثل صدام حسین، مثل بشار الاسد، مثل حافظ الاسد، مثل معمر القذافی. اینیا قوم پرستا بودن. معمر القذافی باز حزب بعث نبود، بازی حزب قومی عربی بود مثل جمال ناصر. اینیا احزاب کفری هستن. اینا اعضای از احزاب که است، اعضایشان هم اینا با مو اعتقاد کفری هستن.
مثلا دیگه میگه از جمله احزاب اول حزب شیوعی یا حزبای کمونیستی هست، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب پرچم افغانستان، شعله جاوید، سازا و سازمان آزادی بخش جوانان افغانستان، سازا و سازا یک وقت احزاب بود. اینمی احزاب کمونیستی هستن که هر کدامش که میشیشتیم اونم کلمه کلشان که میشیشتی بالاخره آخر سرک که پیدا میکردی که در کفر رسیده هست. اول حزب الاشتراکی یا مثلا اعضای حزب اشتراکی هستن، احزاب سوسیالیستی هستن، میگه ما سوسیال دموکرات هستیم، یا حزب دیگه از به نام حزب لیبرال دموکراتی هستن، او غیر ذلك من احزاب الكفر، یا دیگه از احزاب کفری التي تنقنع باقنعه ظاهرها الدعوه الى الاصلاح. این احزاب چی عادت دارن؟ این احزاب کفری در بین مسلمان ها میگه یا همیشه یک نقاب میپوشن که در این نقابشان ظاهرا نشان میدن که ما به خاطر اصلاح مملکت، به خیر مملکت، به صلاح مملکت، کور، کالی، دودی، نان، لباس، خانه، ما بر مردم میخوایم که خوب اقتصاد داشته باشن، نان داشته باشن، نان، روتی، کپڑا اور مکان، روتی، کپڑا اور مکان، روتی، نان، کپڑا، کالا، مکان، جای خانه برتان میتیم، نان میتیم. این احزاب کمونیستی کافری شعار کلشان همین یک قسم بود. اگر به اردو شعار میداد روتی، کپڑا اور مکان، به پشتو کور، کالی و دودی، به فارسی نان، لباس، خانه. اینال ای چی بود؟ این شعارهای از اینا بود. اینال ای احزاب کفری و کمونیستی یه در ظاهر این شعارهایشان به خاطر چی است؟ به خاطر از اینکه میگن اصلاح است و باطنها، لکن اگر امرایشان بشینی در باطن الدعوت الى الكفر البواح، اینا با کفر صریح دعوت میکنن. چون که میشیشتیم ما یک وقتی که جوان بودیم، معسل بودیم، در پوانتون و در مدرسه اینجا بودیم، اکثرا از طرف کمونستا دعوت میشدیم. گاهی میدیدی که قوم پرست میامد دعوت میکرد، گاهی میدیدی که از سازمان جوانا سازا میامد، از سزا میامد، و بعدش از خلق میامد، از پرچم میامد. خب ما هم که شان میشیشتیم به مو اندازه که واسه ما میرسید که شان جا رو بحث میکردیم، باز میشیشتن بحث میکردن که ما این مسلمان هستیم، سعی رهبر ما مسجد ساخته، کارمل اون نجیب مسجد میسازه، اون سعی در مسجد نماز میره میخونه. باز وقتی که شان میشیشتی، باز که میرفتی که شان خوب عمیق میشیشتی، خوب بفرمایید حالا شما با کی دعوت میکنید؟ باز که میدیدی که در خانهش کتاب‌های مارکس و انگلس و لینین در یا ماندگی هست. باز که کتشان میشیشتی، باز نظریاتشان نظریات ضد دین است. باز میگفت که والا دین اوتر است و دینی قسم است، دین باید ترک بکنیم، دین کهنه شده و حال فعلا به درد نمیخوره، باید قوانین جدید داشته باشیم، می داشته باشیم و به این شکل اینا چی میکردن. خب خلاصه این عالم میگه اینا هدفشان چی است که در ظاهر برای اصلاح گپ میزنن و در آخر که سهل کنین کفر صریح است. پس اینمی احزابی که به نام احزاب جمهوری خواه و حزب جمهوریت و حزب دموکرات و حزب سیستم های دموکراسی و سیستم های سکولر، یا کلش میگه احزاب کفری هستن که معلوم داره است. پس اینی سه طایفه هستن که اینا به این بلاها و به اینی دردها و به اینی غمها مبتلا هستن.